این تور 1 روزه هستش. یک گروه 40-45 نفره با اتوبوس رفتیم. از میدان آرژانتین شروع شد حرکتمون. حدود ساعت 4 صبح بود. مسیر برنج ساناک از جاده هراز میشه، دماوند و فیروزکوه و یه سری شهرها و بعد سوادکوه رو باید رد کنیم که به سمت برنج ساناک بریم. خود اون دریاچه معروف برنج ساناک رو در ادامه خواهید دید. بعد از اون هم جنگلی که در واقع چسبیده به اون دریاچه رو میریم و اونجا همون جنگل پاییزی زیبا روی قدمی توش میزنیم با هم. ویدیو جالبی شده، پیشنهاد میکنم که لحظاتش رو ببینید. خب اینجا طبق روالی که همه تورهای 1 روزه دارند 2 ساعت 3 ساعت بعد از اینکه حرکت شروع میشه، مثلا حدود ساعت 7-8 صبح، یه موقع 6:30 صبح تا شما رو میبرن به یک رستورانی. معمولا این رستوران حالت سلف سرویس داره، یک صبحونه سلف سرویس به شما میدن. بعضی از تورها رستوران های خیلی بهتری میبرن، بعضی رستوران معمولی تری میبرن. رستورانی که این تور ما رو برده بود از لحاظ تر و تمیزی و بالاخره شکیل بودن خیلی عالی بود. اما خب صبحانه سلف سرویس نبود، اما رضایت بخش بود، اندازه خوبی داشت، آیتماش هم کافی و خوب بود. شخصا راضی بودم از این رستورانی که رفتیم، ولی میگم همیشه من سلف سرویس بود رستورانی که رفته بودم. این اولین بار بود که میدیدم سلف سرویس نمیبرن، اما به نظرم خوب بود. اینجا هم رستوران کافه داشت و جلوتر که میرفتیم وارد اون محیطی میشدیم که در واقع بچه ما باید میشستن و صبحونه میل میکردن. محیطی که رفتیم توش بشینیم یه جورایی شبیه این سالن‌های عروسی بود و آیتمایی که برای غذا بهمون دادن 3 سوسیس بود، گوجه و خیار، املت، نیمرو، چند تا دونه قارچ، پنیر و گردو و عدسی که خیلی خیلی خوشمزه بود عدسیش. بعد از اینکه صبحونه رو خوردیم از اونجا خارج شدیم که بریم دوباره سوار اتوبوس بشیم و ادامه مسیر رو بریم. در کل صبحانه راضی کننده بود. بله مطمئن نیستیم ولی خب بریم دیگه. هر کی مونده با اتوبوس بعدی بیاد. وقتی داشت خط آهن شمال رو میکشید برای اینکه بتونه اون ارتفاع رو بکشه بالا، قطار اومد 3 دور این کوه چرخید رفت بالا تا به اون ارتفاعی رسید که بیاد به پل اورست برسه. عرض شود که بهش 3 خط طلا گفته میشن به 2 دلیل گفته میشه، به 2 دلیل. یکی اینکه هزینه خیلی زیادی بود، یکی اینکه خیلی کار کاربردی و خارق‌العاده بود در زمان خودش. اون پل اورست که و همه میدونیم که حالا نمیدونم اون حرفایی که در موردش هست، نمیدونم مهندس بود کجاش اون زیرا از این حرفا، این همه خرافاته. نمیدونم مهندسش مورد اینکه تو این روز هست و اینا نداریم. پل اورست رو شرکت آلمانی ساخت با چند تا مهندس آلمانی. ضمانتنامه 70 یا 75 ساله داشت که همین 4-5 سال پیش مدت ضمانتش تموم شد. اون شرکت اومد ضمانتنامه فلزی رو که چسبونده بود کند برد. یعنی الان این پل دیگه مورد ضمانت اون شرکت سازنده نیست. از عواملی که تو سفر به ما خوش میگذره و باعث میشه که سفر خوبی داشته باشی کاپیتان ما هستن، که اگر کاپیتان خدای نکرده، البته همه کاپیتانای ما خوب هستن ولی واقعا کاپیتان خوبی اگر نداشته باشی مطمئن باش سفر اصلا خوش نمیگذره بهتون. آقای تقیمی یکی از بهترین ها هستن. من سفرهای تو دیدم سخت نیست لااقل برای تو، از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم. احلام جان حالت چطوره؟ حالم بده. چی شده خانم؟ حالم بده.
بیرون نگیرش مسئلش میگه بیا دیگه بس داره که کلا هست دست آره میاد چه نمایه آبیدا نزدیک آقا ابوذر سلام مخلصم خوبی؟ دیگه تا آخر تور همینجایی؟ نه دیگه تا زود برای این نهار میریم پایین تا یلا خیلی هم عالی ساعت 1:12 آبی آسمون آخه ببین چجوری دلت میاد بگی آبی دوست نداری کی آبی دوست نداره؟ من میشه ببین کاپیتان باعث شد اینجا صافش کردن عجب جایی حاجی هوا رو بین آسمونو ببین آسمون آبی نفس بکشید قشنگ نفسا رو هم چرا اونجا نرفتی؟ آب شوردی داریشون نداشتم چرایی میکردی؟ اصلا از سوالی که اونجا پرسیدی معلوم بود داری حال نداری چارو ببینید دستشویی هم همین بغله سمت چپ اگه میرید سریع بیاین تا این یکی اتوبوس نیفتاده جلومون بیاین شما برداشتی؟ بذار کفمو بذارم. بچه ها شما برداشتی؟ اوکی هنوز داری؟ داشته باشید بخواید بردارید اون برنامه کسی سرویس بهداشتی نیازی نداره؟ خب الان تصویری که میبینید در واقع پشت سده و دریاچه اون سمت سد شکل گرفته اما به نظر من این ور خیلی قشنگ بود یعنی حتی از خود دریاچه هم زیباتر بود روی سد کاملا سبز شده بود پر از گیاه بود و واقعا چیز قشنگ و زیبایی بود آسمون هم به شدت آبی و ترتمیز هوا هم عالی خیلی کیف کردیم از اینجا کم کم حرکت میکنیم میریم به اون سمت که بریم به سمت خود دریاچه و کشتی سوار شیم و حالا ادامه ماجرا رو میگم بیا بقیه بچه ها هم اومدن خودشون اومدن سلام علیکم اون سوهیله آره بچه ها همه اینجا کی من اینجا الان جان یه دقیقه بیا عقب یه دونه عکس من بگیرم حالا برو بشین حالا می‌خوای بشین آقا الان میگیری دختر بیا عقب بی کنار بی کنار بی کنار خب الان این خاکی که داریم روش قدم میزنیم این در واقع روی خود اون سده در واقع
مرز وسط سده که سمت راستش این سرسبزی زیبا شکل گرفته. فکر میکنم اون پایینم یک سرسره بادی بود، نمیدونم اونو ندیدین که چیه، سمت راست اون آبیه. این مسیر رو یه مقدار باید بریم تا به وسطای سد برسیم و اونجا در واقع جاییه که کشتی و قایق کرایه میدن. من قیمت کشتی ها رو یادم رفته بود تصویر بگیرم، ولی چیزی که تو ذهنم موند فکر میکنم بالا 230 بود، پایین 180 تومن، که البته ما این هزینه ها رو ندادیم چون با تور رفته بودیم و خود تور اینها رو حساب کرده بود. قدم بزنیم بریم سمتش، سوار شیم تا ادامه ماجرا. سپورت تو مسئولیت تو؟ از آقا خود بودی؟ قایق اونا کوچیک‌تر نبود. چه آهنگایی هم داره میزنه. نوکشو در
چیزی بده. خب اینجا کم کم دیگه کشتی داشت میرفت پهلو بگیر و در واقع پیاده شدن مسافرا که من متوجه شدم یه مه خیلی جذابی روی دریاچه شکل گرفته، لنگ ظهر. خیلی عجیب بود توی همچین آفتابی چجوری مه شکل گرفته روی اون آب. نمیدونم حالا تو ویدیو ببینید یا نه، سعی کردم بگیرمش. یک مه رقیقی، خیلی هم غلیظ نیست. خب ما در واقع از کشتی‌ها که پیاده شدیم دوباره همون روی سد و قدم زنان رفتیم به اون سمتش که این پله ها رو بریم بالا ببینیم اونجا چیه. یه تفرجگاه کوچولویی بود، رستورانی داشت، یه بقالی بود، نمیدونم یه جایی برای نشستن داشت، یه دونه هم تاب هیجان انگیز اون سمتش داشت که در ادامه ازش فیلم گرفتم، میتونید ببینید. جای کلن جالبی بود، یعنی مجموعه خوبی بود، به نظر میومد منظم داره اداره میشه، ترتمیز بود. به نسبت خیلی جایی که رفتم جای خوبی بود برای سفر کردن، به خصوص طبیعتش هم که خیلی عالی بود. شما همه چیز میدیدون اونجا، دریاچه بود، کشتی بود، نمیدونم جنگل داشت، امکانات رفاهیش هم که تقریبا تکمیل بود. همین جلوی همه بود که ما در ادامه ویدیو وارد یک جنگلی میشیم، یک جنگلی حالت پاییزی داره، رو برگا قدم میزنیم و یه ویدیو جذابی هم اونجا میگیرم. خواستم بهتون بگم که اون جنگل در واقع همین جنگلیه که میبینید، یه مقدارم بعضی درختاش نارنجی و زیبا شده. از روی اون پل باریکه که دارن رد میشن، از اونجا مردم رد میشن و میرن به اون جنگله و ماشینه که اونجا پارکنم در واقع بزن و برقص و شادی. خیلی 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 جذاب بود.
اینجا در واقع همه منتظر بودیم که دوباره جمع شه گروه و حرکت کنیم بریم به سمت اون جنگله. منم توی از آلاچیقا نشسته بودم که یه دفعه متوجه شدم این تاب شروع به حرکت کرد و متصدیش اومد. یه آج خانم محسنی هم بود سوار شده بود، خیلی عجیب بود تو این سن و سال، داشت قشنگ کیف میکرد برای خودش. آره ولی بطور نه من کلا تنهایی ولیده بازم بطور نه یادتون بود اگه تو نمیام با کدوم کارتون میگه حالا که اومدی النا خب اینجا سعی کردم یه مقدار تصاویر هنری و ریلکسی بگیرم. همینجا خدمتتون بگم که تو این تور همسفرهای خیلی خوبی داشتم خوشبختانه و بسیار 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 خوش گذشت بهمون. یه نکته هم که خدمتتون بگم این که شمال رو همیشه توی بهار و تابستون نرید. شمال پاییزش هم خیلی قشنگه، جذابیت خاص خودشو داره، اون رنگ ها، قدم زدن روی برگ ها، و پیشنهاد میکنم پاییز رو از دست ندید. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً اگر سابسکرایب نکردید این کار رو بکنید. ویدیوهای بسیار هیجان انگیزی رو در آینده هم به همین سبک و سیاق خواهم گرفت. خدا نگهدار.